شب 19 فوریه سال 2023 در جماعت نفگلم در کنار شهر اسفره سه فرزند خردسال یک عائله بر اثر نفس کشیدن دود انگشت به هلاکت رسیدند. مادر آنها در حالت وزنین در بیمارستان قرار دارد. دو تن از شهید شدگان پسر بوده، یکی در صف ششم تحصیل میکرد و دومی همگی 6 سال داشته است. قربانی سیوم دختر 10 ساله بود. این مصیبت وزنین در خانواده مسلیدین سرتراش رخ داده است. پدر خانواده در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشته است. مراسم نماز جنازه طفلان شهید شده روز 20 فوریه ساعت 14 در آرامگاه تختقل دایر می شود. هلاکت سه طفل از یک خانواده در اسفره در حالی است که شرکت برق تاجیک که به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان در باقی قلمرو تاجیکستان حق منوپول تقسیم نیروی برق را دارد، عملاً هنوز از ماه اکتبر سال گذشته ولی رسما از 11 فوریه سال جاری در کشور لیمیت شدید نیروی برق جاری کرده است و با وجود فصل سرما در اکثر قلمرو تاجیکستان به مردم در شبانه روز همگی چند ساعت نیروی برق میدهند. برق تاجیک جاری کردن لیمیت را به کم شدن سطح آب در آبانبارهای نیروگاه و افزایش طلبات به نیروی برق در فصل سرما ربط میدهد، ولی منتقدان میگویند ریشه مشکل در مدیریت نادرست و آلوده به فساد رشته انرژتیکی تاجیکستان است که میلیاردها کیلووات برق را به یغما برده در عوض پول نقد به خارج و اساساً به افغانستان میفروشند. اگنتی آمار اخیراً خبر داد که تاجیکستان در سال 2022 به ازبکستان و افغانستان 3 میلیارد کیلووات نیروی برق فروخته از این حساب 140 میلیون دلار فایده به دست آورده است. این آمار البته نیروی برقی را که پنهانی فروخته می شود و سبب به 33 میلیارد سومانی رسیدن قرض برق تاجیک شده است در بر نمی گیرد.